با سلام خدمت دوستان عزیز. بنده شخصی هستم هلوش 65 سالمه. 2 سال بازنشست شدم و تو این 2 سال بازنشستگی واقعا مشکل اعصاب داشتم میگرفتم. مشکل اعصاب میگرفتم بدجوری شدید، از بیکاری و بی‌حوصلگی که خودم اومدم در داخل منزل توی بالکن شروع کردم به یه کاری. یه بنده خدا یه ایده به ما داد، گفت بیا تو کارهای هنری مثل سنگ مصنوعی و رزین. اومدیم شروع کردیم با یه مقدار ناچیز سرمایه کم شروع کردیم برای خودمون کار کردن. مبتدی هم بودیم ولی انقدر خرابکاری کردیم تا واقعا استاد شدیم. یه مقدارم از این برون بر دست با شکستی یاد گرفتیم. شروع کردیم به کار که رفتیم یه سری قالب‌های تلقی گرفتیم و قالب‌های سیلیکونی گرفتیم و یه سری کارا زدیم برای خودمون، مثل این اردوخوری، مثل این جاودی، مثل این زیرلیوانیای سنگ مصنوعی، مثل این جاشمیامون، مثل این جاودیامون، مثل این گلدونایی که هست، مثل این اردوخوریا، مثل اینا. برای خودم شروع کردیم به کار کردن توی بالکن خونمون، خیلی کوچولو، با یه مقدار جای کوچولو، یه مقدار پودر سنگ و رنگ و اینا شروع کردیم به کار کردن. توی این بالکنی که خودم برای خودم به خاطر روحیات خودم طنز درست کردم که همینجا واسه خودم مشغول باشم، تو همین یه تیکه جا. غرض از مزاحمت وقت شریف دونم میگیرم اینه که اگر کسی واقعا کاری نداره و واقعا توانایی کار بیرونو نداره، میتونه این کار رو شروع کنه. کارهای سنگ مصنوعی و کارهای رزین و گوشواره و گردنبند و آویز و جاسیویجی و اینجور چیزا واسه خودش درست کنه و بفروشه، حالا با سود کمتر. ما الان هلوش چند ماه شروع کردم این کارا رو. زیر سیگاری میزنم، اردوخوری میزنم، سینی میزنم، ساعت دیواری میزنم. یه سری کارا رو دارم انجام میدم برای خودم. بعد به نظر من این کار خوبیه. اگر کسی هستید که نمیدونید چیکار کنید، این ایده رو پیش بگیرید. خیلی کار پردرآمدی هم هست و بی دردسر، خسته کننده هم نیست. این کار منه، انشالله که یه راهی رو هموار بشه برای شما، بتونید یه کاری رو شروع کنید مثل من که واقعا مشکل اعصاب نگیرید. بعد حضور عرض کنم کاراشم کار خیلی راحتیه. من یه دوره‌های کوچیکی دیدم واسه خودم، میتونم اون دوره‌ها رو رایگان در اختیار شما بذارم. آموزشاشو، کارکردشو، به چه نحوی کار کنیم، چجوری کار بشه، چجوری کار تمیز در بیاد بدون حباب در بیاد یا کارای ضد آب در بیاد. این کاراییه که من انجام دادم. انشالله تو ویدیوهای بعد برای شما این کارو آموزششو براتون تو دوره‌های بعد، تو فیلم‌های بعد میذارم، نگاه کنید که انشالله شما این کارو شروع کنید. کار خوبیه. حتی برای منزل خودت، برای خانواده خودت درست کنی، هم از نظر اقتصادی خیلی جلو هستی، همین که سرتون گرمه و کار دسته، کار هنر دست کارش خیلی لذت بخشتر از اینه که برید حاضری بخرید. شب خوش، خدا نگهدار.